اگه امشب مجبور بودی فقط یکی رو انتخاب کنی، پادشاهی یا ثروتی که هر شب بی دلیل به دستت میرسه، واقعا کدوم رو انتخاب میکردی؟ چون قصه ای که امشب میشنوی دقیقاً از همین انتخاب شروع میشه. به نجوای شبانه خوش اومدی. امشب با یه قصه آرامش بخش همراهت هستم. قصه قدیمی مرغ سعادت. اگه آماده ای بریم سراغ قصه‌مون. روزی روزگاری در گوشه ای از این دنیا مردی زندگی می کرد که کارش خار کندن از بیابان بود. آدم ساده‌ای بود، با دلی مهربان و دستانی که از زحمت پینه بسته بود. هر روز پیش از آن که آفتاب بالا بیاید، راهی صحرا می شد و خار جمع می کرد. دسته می کرد و تا غروب همان بار سنگین را به شهر می برد و می فروخت. زندگیش ساده بود، اما نانش از تلاش خودش بود. این مرد 2 پسر داشت. یکی سعد و دیگری سعید. تمام دلخوشیش همین 2 نفر بودند. اما زندگی همیشه آرام نمی ماند. مدتی گذشت و همسرش از دنیا رفت. خانه‌ای که تا دیروز گرم بود، کم کم ساکت و سرد شد. مرد برای اینکه بچه‌ها تنها نمانند، بعد از مدتی همسری دیگر گرفت. اما هیچ چیز مثل قبل نشد. یک روز مثل همیشه خارها را فروخت و چند سکه در دستش بود. با خودش گفت امروز چیز بهتری به خانه میبرم. بچه‌ها خوشحال میشوند. در همین فکرها بود که در راه چشمش به مردی افتاد. مردی که گوشه‌ای نشسته بود. خسته و بیرمق و انگار امیدی در نگاهش نمانده بود. مرد خارکن ایستاد. چند لحظه نگاهش کرد. دلش آرام نگرفت و بی هیچ حساب و کتابی هرچه در دست داشت گذاشت کف دست آن مرد و بی صدا راهش را گرفت و رفت. وقتی به خانه رسید دستهایش خالی بود. زنش با تعجب نگاهش کرد و گفت امروز کار نکردی؟ مرد آرام گفت چرا؟ زن پرسید پس چرا چیزی نیاوردی؟ مرد همانطور آرام جواب داد دادمش به کسی که از ما محتاج تر بود. زن چیزی نگفت، فقط سری تکان داد. رفت چند تکه نان خشک آورد، گرد و خاکش را گرفت و جلویشان گذاشت. آن شب شامشان ساده بود، اما در دل مرد حس عجیبی بود. انگار آن کار کوچک قرار نبود بی جواب بماند. فردای آن روز مرد تصمیم گرفت بیشتر کار کند، بی آنکه بداند در دل یک غار تاریک چیزی در انتظارش است. چیزی که قرار است سرنوشتش را تغییر بدهد. فردای آن شب مرد خارکن زودتر از همیشه از خانه بیرون زد. هوا هنوز خنک بود و نور آفتاب تازه داشت آرام روی زمین می نشست. او بیوقفه کار کرد، بیشتر از هر روز دیگر. خار جمع کرد، دسته کرد و آنقدر کار کرد که خودش هم از دیدن حجم خارها تعجب کرد. وقتی کارش تمام شد کمی ایستاد. نفس گرفت و
به آن همه خار نگاه کرد. بعد نیمی از آنها را برداشت و در غاری که همان نزدیکی بود گذاشت. با خودش گفت فردا کارم سبکتر می شود. بقیه را هم برداشت. به شهر برد و فروخت و آن روز با خیالی آسوده تر به خانه برگشت. شب را آرامتر خوابید چون می دانست فردا زحمت کمتری در پیش دارد. اما صبح روز بعد وقتی دوباره به سمت غار رفت هیچ چیز شبیه قبل نبود. قدمهایش آهسته شد و وقتی وارد غار شد ایستاد. همه خارها از بین رفته بودند. فقط خاکسترشان مانده بود و درست وسط آن خاکسترها مرغی نشسته بود. مرغی زیبا، آرام با پرهایی که در نور کم غار کمی می درخشید. مرد چند لحظه همانجا ماند. نه ترسید، نه عجله کرد. فقط نگاه کرد. بعد آرام جلو رفت و مرغ را در دست گرفت. مرغ هیچ تقلایی نکرد. انگار منتظر همین لحظه بود. مرد خارکن با همان سادگی همیشگی مرغ را برداشت و به خانه آورد. برای او گوشه‌ای گرم و نرم درست کرد و گذاشت بماند. یکی دو روز گذشت تا اینکه یک روز زن خارکن متوجه چیز عجیبی شد. لانه مرغ نور ملایمی داشت. اول فکر کرد اشتباه می‌بیند. اما وقتی نزدیکتر شد چشمهایش از تعجب باز ماند. در میان لانه چیزی می درخشید. یک تخم، اما نه یک تخم معمولی. آن تخم از طلا بود و در تاریکی مثل چراغی آرام می درخشید. زن با دقت آن را برداشت و سریع پیش مرد رفت. مرد همین که چشمش به تخم افتاد نفسش در سینه حبس شد. چند لحظه فقط نگاه کرد. بعد آرام گفت این طلاست. بی معطلی آن را برداشت و راهی بازار شد. دلش پر از تعجب بود و کمی هم امید. در بازار به سراغ زرگری رفت. مردی که کارش شناخت طلا بود. تخم را به او داد. زرگر با دقت نگاهش کرد. زیر نور گرفت. چرخاند و بعد با اطمینان سر تکان داد و بهای خوبی برایش پرداخت. مرد خارکن با کیسه‌ای پرتر از همیشه از بازار بیرون آمد. آن روز برای خانه هر چه لازم بود خرید و وقتی برگشت برای اولین بار بعد از مدتها لبخند آرام به خانهشان برگشت. اما این تازه آغاز ماجرا بود، چون آن مرغ قرار نبود فقط یک بار تخم بگذارد. 2 روز گذشت. خانه مرد خارکن آرامتر از قبل شده بود. نه از آن سختی‌های همیشگی خبری بود، نه از نگرانی هر روزه برای نان شب. و درست در همین آرامش اتفاقی دوباره تکرار شد. مرغ باز هم تخم گذاشت و این بار دیگر جای هیچ شکی نبود. آن تخم هم از طلا بود. مرد خارکن با خوشحالی به زنش نگاه کرد و گفت به نظر می آید این مرغ هر بار همینطور تخم طلا می گذارد.
زن هم که حالا طعم راحتی را چشیده بود، لبخندی زد و گفت پس شاید وقتش رسیده کمی کمتر خودت را به زحمت بیندازی. از آن روز به بعد زندگیشان آرام آرام تغییر کرد. دیگر لازم نبود هر روز با آن همه سختی به بیابان برود. هر وقت نیاز داشتند یکی از تخمها را می فروختند و با همان زندگیشان را می چرخاندند. آرام و بی دغدغه. اما این آرامش چندان پنهان نماند. چند وقت بعد مرد خارکن یکی دیگر از تخمها را برداشت و دوباره به بازار رفت. همان زرگر قبلی، شمعون، تخم را از او گرفت. اما این بار نگاهش فرق داشت. با دقت بیشتری به مرد خارکن نگاه کرد و آرام پرسید این تخمها را از کجا می آوری؟ مرد خارکن با همان سادگی همیشگی همه چیز را تعریف کرد. از غار گفت، از خاکسترها و از مرغی که بی هیچ توضیحی وارد زندگیش شده بود. شمعون در ظاهر فقط سر تکان داد، اما در دلش فکری شکل گرفت. فکری که آرام اما جدی بود. با خودش گفت این یک مرغ معمولی نیست. او سالها درباره چنین چیزی شنیده بود. مرغی که می توانست سرنوشت آدمها را تغییر بدهد. دلش تندتر زد، اما چیزی به روی خودش نیاورد. فقط لبخندی زد و گفت خیرش را ببینی. خوب از آن نگهداری کن. مرد خارکن هم با مهربانی دعا کرد، پول را گرفت و از بازار بیرون رفت. اما شمعون همانجا ماند، با فکری که حالا دیگر کاملا در ذهنش جا افتاده بود. او تصمیمش را گرفته بود. میخواست آن مرغ را داشته باشد به هر روشی که ممکن بود. و درست در همین روزها فرصتی پیش آمد که او مدتها منتظرش بود. چند روزی نگذشته بود که مرد خارکن که حالا دستش کمی به دهانش می رسید هوس سفر به سرش زد. دلش می خواست چند روزی از این زندگی یک نواخت فاصله بگیرد. مرغ را به زن سپرد و گفت چند روزی می روم. مواظبش باش. و بیخبر از آنچه در پیش بود راهی شد. همین که مرد از خانه دور شد، شمعون که انگار چشم انتظار چنین فرصتی بود دست به کار شد. به سراغ پیرزنی رفت که در حیله‌گری زبان زد بود. آرام در گوشش گفت اگر کاری کنی که به زن خارکن نزدیک شوم، پاداش خوبی نصیبت می شود. پیرزن لبخند کجی زد. از آن لبخندهایی که معلوم بود پشتش فکرهای زیادی پنهان است. گفت فقط اشرفی هایت را آماده نگه دار. و بی آنکه وقت را تلف کند راه افتاد. در خانه خارکن را زد. زن که در را باز کرد، پیرزن با صدایی نرم و مهربان گفت دخترم، راه می رفتم، تشنه شدم. گفتم اگر آبی بدهی دعایت می کنم. زن بیخبر از نیت او با خوشرویی دعوتش کرد داخل. پیرزن نشست، آب نوشید و همانجا آرام آرام سر صحبت را باز کرد. از حال و روز زن پرسید، از زندگیش، از شوهرش.
کم کم حرفهایش رنگ دیگری گرفت. با نگاهی پر از تأسف ساختگی گفت: تو با این همه زیبایی حیف نیست در این زندگی بمانی؟ زن اول چیزی نگفت. پیرزن ادامه داد: تو باید در ناز و نعمت باشی، نه با مردی که عمرش را در بیابان می‌گذراند. این حرفها آرام آرام در دل زن نشست. نه یک باره، اما مثل قطره هایی که روی سنگ می‌چکد. زن آهی کشید و گفت: چه می شود کرد؟ قسمت همین بوده. پیرزن لبخند زد. انگار منتظر همین جمله بود. کمی جلوتر آمد و آرام گفت: قسمت را هم می شود عوض کرد، اگر آدم بخواهد. و بعد خیلی حساب شده حرف را به سمت شمعون برد. از او تعریف کرد، از داراییش، از ظاهرش، از جایگاهش. گفت: کسی هست که برای تو از جان هم بگذرد. زن حالا دیگر کاملا گوش میداد و این همان چیزی بود که پیرزن میخواست. حرفها ادامه پیدا کرد تا جایی که دل زن بی آنکه خودش درست بفهمد نرم شد. آخر سر قرار گذاشتند فردا شب شمعون مهمان خانه باشد و برایش مرغ را سر ببرند. آن شب وقتی پیرزن از خانه بیرون رفت، سکوت عجیبی در خانه ماند. زن برای لحظه‌ای به مرغ نگاه کرد. مرغی که بی صدا در گوشه‌ای نشسته بود، اما چیزی در دلش تغییر کرده بود. انگار دیگر آن نگاه سابق را به مرغ نداشت و بی آنکه بداند تصمیمی گرفته بود که قرار بود همه چیز را به هم بریزد. فردای آن روز زن خارکن از صبح حال و هوای دیگری داشت. خانه را مرتب کرد. گوشه و کنار را جمع و جور کرد. اما فکرش جای دیگری بود. عصر که شد تصمیمش را عملی کرد. مرغ را برداشت. لحظه‌ای مکث کرد. اما فقط برای یک لحظه. بعد بی سر و صدا آن را کشت. تمیزش کرد و با دقت پخت. بوی غذا در خانه پیچید، اما آن گرمای همیشگی را نداشت. بویی بود که انگار چیزی پشتش پنهان شده بود. مرغ بریان را داخل سبدی گذاشت و کنار گذاشت برای شب. بعد مشغول آماده کردن خانه شد. در همین میان سعد و سعید از مکتب برگشتند. خسته بودند و گرسنه. چشمشان که به سبد افتاد، بوی غذا بیشتر وسوسه‌شان کرد. آرام نزدیک شدند. در سبد را برداشتند. مرغ بریان کامل و آماده جلوی چشمشان بود. یکیشان آهسته گفت: اگر بخوریم زن بابا ناراحت می شود. دیگری گفت: همه‌اش که لازم نیست. کمی فکر کردند. بعد با همان سادگی کودکانه تصمیمی گرفتند که خودشان هم نمی‌دانستند چقدر مهم است. یکی سر مرغ را خورد و دیگری دل و جگرش را. بقیه‌اش را دست نزدند. سبد را همانطور بستند و سر جایش گذاشتند. بیخبر از اینکه چه کاری کردند. شب که شد شمعون آمد. آراسته و با لبخندی که چیزی در آن پنهان بود. بعد از سلام و احوال پرسی بی صبرانه گفت: اگر غذا آماده است بیاورید.
زن سفره انداخت و غذا را آورد. شمعون دست برد اما ناگهان مکث کرد. چهرهش تغییر کرد. آرام گفت سرش کجاست؟ زن جا خورد و گفت نمیدانم. شمعون نگاهش جدی‌تر شد و گفت دل و جگرش کو؟ زن حالا نگران شده بود. بلند شد و رفت سراغ بچه ها. سعد و سعید سرشان پایین بود. چیزی نگفتند. زن فهمید. چند لحظه ساکت ماند و بعد برگشت و گفت احتمالاً کار بچه هاست. اما بقیهش هست. شمعون آرام نفس کشید. اما دیگر آن اشتیاق اولیه را نداشت. با لحنی سردتر گفت تو نمیدانی چه از دست رفته. سکوتی در فضا پیچید. بعد با صدایی جدی‌تر گفت بچه ها را صدا کن. زن لحظه‌ای مکث کرد اما بعد صدایشان زد. جوابی نیامد. رفت حیاط. ناگهان نگاهش به در افتاد. در نیمه باز بود. دلش فرو ریخت. برگشت و آرام گفت نیستند. رفتند. شمعون چند لحظه ساکت ماند. بعد بدون اینکه چیزی بگوید از جا بلند شد. فضا سنگین شده بود. آنچه می‌خواست از دست رفته بود و در همین لحظه جایی در تاریکی شب دو کودک بی آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است داشتند از خانه دور می شدند. سعد و سعید در تاریکی شب بی آنکه به پشت سر نگاه کنند از خانه دور شدند. نه مقصدی داشتند و نه توشه‌ای. فقط می رفتند. باد آرامی می وزید و صدای قدمهایشان در سکوت شب گم می شد. گاهی یکیشان می ایستاد. نفس می گرفت و دوباره راه می افتاد. انگار تنها چیزی که آنها را جلو می برد حسی بود که می گفت باید دور شوند. آنقدر رفتند تا خستگی دیگر امانشان را برید. نزدیک‌های سحر به چشمه‌ای رسیدند. چند درخت کنار آب ایستاده بودند و سایه‌شان روی زمین افتاده بود. دیگر توان نداشتند. کنار همان درختها روی زمین دراز کشیدند و خیلی زود خواب آنها را با خود برد. خورشید آرام داشت بالا می آمد که در میان خواب و بیداری صدایی شنیدند. صدای دو پرنده. روی شاخه همان درخت دو کبوتر نشسته بودند و آرام با هم حرف می زدند. یکی گفت این دو برادر را می بینی؟ دیگری گفت آری. اولی گفت آنها سر و دل و جگر مرغ سعادت را خوردند. لحظه‌ای سکوت شد. بعد ادامه داد آنکه سر را خورده روزی به پادشاهی می رسد و آنکه دل و جگر را خورده هر شب روزیش به سراغش می آید. صداها آرام شد و دوباره همه چیز در سکوت فرو رفت. سعد و سعید با روشن‌تر شدن هوا چشم باز کردند. چند لحظه بی حرکت نشستند. انگار هنوز در فکر همان صداها بودند. در همین لحظه سعید دستش را زیر سرش برد و ناگهان مکث کرد. چیزی آنجا بود. یک کیسه پر از سکه.
چشمهایش از تعجب باز شد. سعد هم نزدیک آمد. هر دو به هم نگاه کردند. سعید آرام گفت: پس حرف آن پرنده ها. جمله‌اش را کامل نکرد، اما هر دو فهمیدند که چیزی در زندگیشان تغییر کرده. بعد بی آنکه زیاد حرف بزنند از چشمه آب خوردند. دست و صورتشان را شستند و دوباره به راه افتادند. مدتی بعد به دوراهی رسیدند. در آنجا سنگ بزرگی بود و روی آن نوشته‌ای. هر دو نزدیک شدند و با دقت خواندند. روی سنگ نوشته بود: هر که به اینجا میرسد بداند اگر 2 نفر یک راه را پیش بگیرند به پایان نمیرسند، اما اگر جدا شوند هر کدام به سرنوشت خود خواهد رسید. سکوتی بینشان افتاد. این بار هیچ کدام زود تصمیم نگرفت. نگاهشان در هم گره خورد، پر از حرفهایی که گفته نشد. آرام همدیگر را در آغوش گرفتند. لحظه‌ای طولانی بعد از هم جدا شدند. هر کدام راهی را انتخاب کرد و قدم در مسیری گذاشت که قرار بود زندگیش را برای همیشه تغییر دهد. از اینجا به بعد راه سعد و سعید از هم جدا شد. اما قصهشان هنوز ادامه داشت. سعد در راهی که انتخاب کرده بود تنها پیش می رفت. قدمهایش آرام بود، اما دلش هنوز به یاد برادرش گرم بود. روزها گذشت. شبها یکی یکی آمدند و رفتند. راه طولانی بود، اما سعد بی توقف ادامه داد. تا اینکه یک روز به نزدیکی شهری رسید. اما از همان دور چیزی توجهش را جلب کرد. جمعیتی بزرگ بیرون شهر. همه لباسهای تیره به تن داشتند و حال و هوایی عجیب در میانشان بود. سعد نزدیکتر شد. از مردی که کنار راه ایستاده بود پرسید: چه خبر است؟ چرا همه اینجا جمع شدند؟ مرد نگاهی به او انداخت و گفت: غریبه ای؟ سعد سر تکان داد. مرد گفت: چند روز پیش پادشاه این شهر از دنیا رفت و چون وارثی نداشت قرار شده به روشی قدیمی پادشاه بعدی را انتخاب کنند. سعد با دقت گوش میداد. مرد ادامه داد: باز سلطنتی را به هوا میفرستند. هر جا بنشیند همانجا پادشاه انتخاب می شود. سعد چیزی نگفت. فقط در میان جمعیت ایستاد. همه منتظر بودند. لحظه‌ای بعد باز را به هوا فرستادند. پرنده بالهایش را باز کرد و بالا رفت. چند بار بالای جمعیت چرخ زد. انگار در حال انتخاب بود. دلها در سینه می تپید و سکوتی عجیب همه جا را گرفته بود. ناگهان باز مسیرش را عوض کرد. پایین آمد و بی هیچ تردیدی روی سر سعد نشست. برای لحظه‌ای همه چیز ساکت شد. بعد صداها بلند شد. همه تعجب و بعد شادی. مردم با خوشحالی فریاد زدند و سعد را روی دست بلند کردند. خودش هنوز باورش نمیشد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده بود. اما
این خواب نبود. او را با احترام به قصر بردند. لباسهای فاخر به تنش کردند و تاج را بر سرش گذاشتند. سعد پادشاه شده بود، اما در میان آن همه شکوه در گوشه ای از دلش یادی آرام بود. از برادری که در یک دوراهی از او جدا شده بود و نمیدانست در همین لحظه ها در جای دیگر سرنوشت سعید هم در حال رقم خوردن است. سعید بعد از جدا شدن از برادرش در راهی که انتخاب کرده بود تنها پیش می رفت. نه نشانی از آشنایی بود، نه کسی که او را بشناسد. اما در دلش نوری از امید بود. امیدی که از همان حرف پرنده ها آمده بود. رفت و رفت، از دشت ها گذشت، از راه های ناآشنا عبور کرد تا اینکه روزی به شهری رسید. شهری بزرگ با کوچه هایی پر رفت و آمد و در میان آن قصری بود، بلند و با شکوه و چشمگیر. اما چیزی که توجهش را جلب کرد جمعی از جوانها بود. در نزدیکی قصر نشسته بودند. لباسهایشان خاکی، چهرههایشان خسته و نگاهشان انگار در جایی دور مانده بود. سعید نزدیک شد و از یکی از آنها پرسید: چه شده که اینجا نشسته اید؟ جوان آهی کشید و گفت: این قصر جایگاه دختری است به نام دلارام. سعید ساکت ماند. جوان ادامه داد: زیباییش زبان زد است، اما دیدنش بهایی دارد. سعید با تعجب گفت: چه بهایی؟ جوان گفت: هر کس بخواهد شبی را در آن قصر بگذراند باید 100 سکه بدهد. و بعد با نگاهی اندوهگین گفت: ما هرچه داشتیم دادیم و حالا چیزی برای ما نمانده. سعید نگاهی به آنها انداخت. حسی از دلسوزی در دلش نشست، اما بعد با خودش فکر کرد: من که هر شب روزیم به سراغم می آید. پس چرا نروم و دختر این قصر را نبینم؟ تصمیمش را گرفت. پیغامی فرستاد و طولی نکشید که اجازه ورودش صادر شد. او را به داخل قصر بردند. جایی که از در و دیوارش نور و زیبایی می‌بارید. اتاق‌هایی با آینه‌های بلند، نورهای نرم و فضایی که آدم را در خودش غرق می‌کرد. سعید چند لحظه همان جا ایستاد. انگار وارد دنیای دیگری شده بود. کمی بعد دلارام وارد شد. با قدم‌هایی آرام و نگاهی که به سادگی نمی‌شد از آن گذشت. به سعید خوش آمد گفت و خیلی زود میانشان صحبت گرم شد. شب با سفره‌ای رنگین ادامه پیدا کرد. غذا، شیرینی و نوایی که آرام در فضا میپیچید. همه چیز آرام و دلنشین بود، اما وقتی وقت خواب رسید دلارام به بهانه‌ای از اتاق بیرون رفت. سعید خسته از راه زود به خواب رفت، بی آنکه بداند در غیاب دلارام کسی دیگر جای او را گرفته است. این اتفاق شب بعد هم تکرار شد و شب بعد از آن و شب بعد. سعید هر شب در همان قصر می ماند و هر شب
بی آنکه متوجه شود همان راز تکرار می‌شد. روزها گذشت و او کم کم به این زندگی خو گرفت. اما در پشت این آرامش نگاهی بود که همه چیز را زیر نظر داشت. نگاهی که کم کم به راز سعید نزدیک می شد و شبی رسید که قرار بود همه چیز تغییر کند. 40 شب گذشت. 40 شبی که سعید در قصر دلارام مانده بود. هر شب بی صدا کیسه ای از سکه ها زیر سرش پیدا می شد و او هم بی آنکه کسی بفهمد همان سکه ها را خرج بودن در کنار دلارام می کرد. اما این راز برای همیشه پنهان نماند. دلارام فقط زیبا نبود، زیرک هم بود. کم کم شک در دلش افتاد و با خودش گفت این جوان این همه سکه را از کجا می آورد؟ تا اینکه به راز سعید پی برد و فهمید که او دل و جگر مرغ سعادت را خورده است. در شب 41 سفره‌ای رنگین‌تر از همیشه انداخت. جام‌ها یکی یکی پر شد و سعید بیخبر از نیت دلارام آنقدر نوشید تا هرچه خورده بود را بالا آورد. چشمهایش سنگین شد. صداها دور شدند و بالاخره در خوابی عمیق فرو رفت. دلارام آرام نزدیک شد و همان را که سالها درباره‌اش شنیده بود از او گرفت. دل و جگر مرغ سعادت را. آنها را شست و خودش خورد. صبح که شد سعید چشم باز کرد. دستش را زیر سرش برد. اما خبری نبود. نه از کیسه و نه از سکه. چند لحظه بی حرکت ماند و بعد همه چیز را فهمید. نه فریادی زد و نه کسی را صدا کرد. فقط آرام از جا بلند شد و از قصر بیرون رفت. راه بیابان را در پیش گرفت و رفت تا به نزدیکی شهری رسید. آنجا 3 جوان را دید که با هم دعوا می کردند. صدایشان بلند بود و هر کدام چیزی را به طرف خود می کشید. سعید جلو رفت و پرسید چه خبر است؟ چرا با هم دعوا می کنید؟ یکی از آنها گفت سر ارث پدرمان دعوا داریم. سعید پرسید پدرتان که بود؟ گفتند شمعون زرگر. سعید با شنیدن نام شمعون مکث کرد. اما چیزی به روی خودش نیاورد. آرام پرسید ارثتان چیست که این همه برایش جنجال می کنید؟ گفتند 1 قالیچه، 1 انبان و 1 سرمه‌دان. سعید گفت اینها که چیزهای معمولی اند. یکی از برادرها گفت نه معمولی نیستند. بعد با صدایی آهسته تر ادامه داد این قالیچه سلیمان است. هر کس روی آن بنشیند و بگوید به کجا می خواهد برود قالیچه او را همانجا می برد. دیگری گفت این انبان هم هر غذایی بخواهی در 1 چشم به هم زدن آماده می کند. سومی گفت و این سرمه‌دان اگر سرمه‌اش را به چشم بکشی هیچ کس تو را نمی بیند. سعید کمی فکر کرد. بعد گفت چنین چیزهایی باید به دست کسی برسد که از همه زرنگتر است.
سه برادر گفتند درست میگویی، اما از کجا معلوم که کداممان زرنگ تریم؟ سعید سنگ سفیدی از زمین برداشت. با تمام نیرو آن را به سمت بیابان پرتاب کرد و گفت هر کس زودتر این سنگ را پیدا کند و بیاورد، همه اینها مال اوست. سه برادر بیدرنگ دویدند و همین که دور شدند، سعید قالیچه، انبان و سرمدان را برداشت. روی قالیچه نشست و آرام گفت ای قالیچه حضرت سلیمان، مرا به قصر دلارام ببر. قالیچه نرم از زمین جدا شد و در دل آسمان به راه افتاد. قالیچه سعید را مستقیم به قصر دلارام رساند. اما این بار سعید مثل گذشته ساده و بیخبر نبود. سرمدان را برداشت. کمی سرمه به چشم کشید و همان لحظه از چشم همه ناپدید شد. بی صدا وارد قصر شد. دلارام در اتاقش نشسته بود. سفره‌ای رنگین پیش رویش بود و آرام غذا می‌خورد. سعید بی آنکه دیده شود روبرویش نشست. دست برد و لقمه‌ای برداشت. دلارام ناگهان دید غذا کم می شود، اما کسی را نمی دید. رنگ از صورتش پرید. دستش لرزید. آرام گفت ای کسی که در این اتاقی، جنی یا آدمی، خودت را نشان بده. سعید سرمه را از چشم پاک کرد و خودش را نشان داد. دلارام تا او را دید لبخندی زد. از همان لبخندهایی که آدم را به اشتباه میاندازد. گفت سعید تویی؟ چقدر دلم برایت تنگ شده بود. چرا بی خبر رفتی؟ و شروع کرد به حرف زدن. از دلتنگی، از پشیمانی، از عشق. آنقدر گفت و گفت که دل سعید دوباره نرم شد. دلارام وقتی دید دل او را به دست آورده، از قالیچه و انبان و سرمدان پرسید و سعید هم بی احتیاط همه چیز را برایش گفت. چند روز گذشت تا اینکه دلارام گفت من از کودکی آرزو داشتم کوه قاف را ببینم. حالا که چنین قالیچه‌ای داریم، بیا برویم و زود برگردیم. سعید پذیرفت و هر دو روی قالیچه نشستند و قالیچه آنها را به کوه قاف برد. آنجا کنار چشمه زیبا فرود آمدند. دلارام نگاهی به آب انداخت و گفت حیف است تا اینجا آمده ایم و تن به آب نزنیم. بعد رو به سعید کرد و گفت تو اول برو. میخواهم ببینم آب این چشمه با تنت چه میکند. سعید بیخبر از نیرنگ او لباس از تن درآورد و وارد آب شد. همان لحظه دلارام سرمدان و انبان را برداشت. روی قالیچه نشست و گفت ای قالیچه حضرت سلیمان، مرا به قصر خودم برگردان. قالیچه از زمین بلند شد و در یک چشم به هم زدن دلارام ناپدید شد. سعید ماند و کوه قاف و چشمه‌ای که دیگر زیباییش به چشمش نمی آمد. با اندوه از آب بیرون آمد. لباس پوشید و بی آنکه بداند به کجا می رود راه افتاد. رفت و رفت تا به کنار دریایی رسید. نه راه پیش داشت نه راه پس.
از خستگی و ناامیدی زیر درختی نشست و همانجا میان خواب و بیداری صدایی شنید. صدای دو پرنده. یکی گفت این جوان را میشناسی؟ دیگری گفت نه. اولی گفت او سعید است، برادر سعد. همان که فریب دلارام را خورد و هرچه داشت از دست داد. پرنده دوم پرسید آیا راه نجاتی دارد؟ اولی گفت اگر از این درخت چوب و پوست و برگ بردارد نجات پیدا می کند. دیگری پرسید چطور؟ پرنده اول گفت پوست این درخت را اگر به پاهایش بمالد می تواند از دریا بگذرد. چوبش را به هر کس بزند خر می شود و اگر دوباره بزند آدم می شود و برگش دوای چشم کور و گوش کر است. صداها خاموش شد. سعید چشم باز کرد. از جا بلند شد و از پوست و برگ و چوب درخت برداشت. کمی از پوست را به پاهایش مالید و قدم در آب گذاشت. آب زیر پایش آرام شد و او بی آنکه فرو برود از دریا گذشت. سعید بعد از گذشتن از دریا به شهری رسید. اما شهر حال و هوای شادی نداشت. مردم آهسته حرف می زدند و غمی سنگین روی چهرهشان نشسته بود. سعید پرسید چه اتفاقی افتاده؟ گفتند دختر پادشاه چند روز است کر شده. هیچ صدایی نمی شنود. هر طبیبی هم آمده نتوانسته درمانش کند. سعید گفت من می توانم. مرا پیش پادشاه ببرید. او را به قصر پادشاه بردند. پادشاه با چشمانی خسته گفت اگر دخترم را درمان کنی هرچه بخواهی از آن توست. سعید آرام کنار دختر رفت. برگی از همان درخت برداشت و به گوش او مالید. چند لحظه سکوت بود. بعد دختر آرام سر بلند کرد. چشمهایش برقی زد و گفت پدر صدایت را می شنوم. شهر غرق شادی شد. پادشاه به قولش وفا کرد و دخترش را به همسری سعید درآورد. اما دل سعید هنوز آرام نگرفته بود. کاری ناتمام داشت. باید به قصر دلارام برمیگشت. چند روز بعد اجازه گرفت و راهی شد. وقتی به قصر دلارام رسید دربان خواست جلوی او را بگیرد. اما سعید چوب را بلند کرد. آرام به او زد و همان لحظه دربان به خری تبدیل شد. سعید وارد قصر شد. هر کس سر راهش آمد با همان چوب به خر تبدیل شد تا رسید به اتاق دلارام. دلارام با دیدن او جا خورد اما هنوز غرورش را از دست نداده بود. گفت تو با چه جرأتی بی اجازه وارد قصر من شده ای؟ سعید گفت آمدم آنچه از من گرفتی پس بگیرم. دلارام فریاد زد و کنیزها را صدا کرد. کنیزها ریختند داخل اتاق اما سعید یکی یکی با چوب به آنها زد و همه به خر تبدیل شدند. بعد نوبت دلارام رسید. سعید با چوب به او زد و دلارام هم در همان لحظه خر شد. سعید همه خرها را در حیاط جمع کرد و روی پشتشان بار گذاشت و گفت
آنقدر در کوچه های شهر بچرخانندشان تا بفهمند نیرنگ و فریب بی پاسخ نمی ماند. دلارام خسته و درمانده بالاخره تسلیم شد. سعید دوباره چوب را به او زد و او به شکل آدم برگشت. دلارام قالیچه و انبان و سرمدان را پس داد. اما سعید گفت اینها کافی نیست. دل و جگر مرغ سعادت را هم باید برگردانی. دلارام دیگر راهی نداشت. آنقدر نوشید تا دل و جگر مرغ را بالا آورد. سعید آنها را شست و دوباره خورد. از همان شب روزیش دوباره به او برگشت. سعید بی آنکه بیشتر بماند روی قالیچه نشست. انبان و سرمدان را برداشت و گفت ای قالیچه حضرت سلیمان، مرا نزد همسرم ببر. قالیچه او را به شهر همسرش رساند و سعید بعد از آن همه سختی مدتی در آرامش زندگی کرد. اما هنوز دلش به یاد خانه می تپید، به یاد پدر پیرش و برادری که سالها از او جدا مانده بود. چند سال گذشت. سعید هرچند در آسایش بود اما دلش آرام نمی گرفت. یک شب به همسرش گفت باید بروم. باید پدر و برادرم را پیدا کنم. پس هر دو روی قالیچه نشستند. سعید گفت ای قالیچه حضرت سلیمان، مرا به خانه پدرم ببر. قالیچه آرام از زمین جدا شد. از شهرها و بیابانها گذشت تا سرانجام کنار خانه‌ای ساده فرود آمد. همان خانه‌ای که روزی همه چیز از آنجا شروع شده بود. سعید در را باز کرد. پدرش را دید. پیرتر و خسته تر از گذشته، با چشمانی خاموش. غم دوری فرزندان نور چشمهایش را برده بود. سعید آرام گفت پدر. پیرمرد سر بلند کرد. صدا را شناخت اما باورش نمیشد. سعید نزدیکتر رفت. دستش را گرفت. برگی از همان درخت را برداشت و آرام به چشمهای پدر گذاشت. چند لحظه گذشت. بعد پیرمرد پلک زد. نور دوباره به چشمهایش برگشته بود. نگاهش روی صورت سعید ماند. اشک از چشمهایش جاری شد و با صدایی لرزان گفت پسرم. و این بار هیچ شکی نبود. پدر و پسر بعد از سالها در آغوش هم آرام گرفتند. چند روز بعد سعید پدر و همسرش را برداشت. روی قالیچه نشستند و راهی شهری شدند که سعد در آن پادشاه بود. وقتی به قصر رسیدند خبر به سعد دادند. مردی آمده که خودش را سعید می نامد. سعد برای لحظه‌ای خشک شد. نام برادرش را زیر لب تکرار کرد و بعد بی هیچ درنگی از تخت پایین آمد. با قدم‌هایی تند از راهروهای قصر گذشت تا به آستانه در رسید. آنجا دو برادر پس از سالها چشم در چشم هم ایستادند. هیچ کدام چیزی نگفت. فقط نگاه کردند و بعد در یک لحظه فاصله از میان رفت. در آغوش هم افتادند. محکم و بی صدا اما پر از حرف. پدر کنارشان ایستاده بود.
با چشمانی که دوباره میدید و دلی که بعد از سالها آرام گرفته بود. آن روز قصر حال و هوای دیگری داشت. نه از شکوه تاج خبری بود، نه از فاصله پادشاهی. فقط دو برادر بودند و پدری که دوباره فرزندانش را یافته بود و قصه‌ای که از جدایی گذشته بود. 40 روز کنار هم ماندند. از گذشته گفتند، از بیابان، از مرغ سعادت، از دوراهی، از فریب‌ها، از سختی‌ها و از راهی که هر کدام رفته بودند و فهمیدند که گاهی آدم برای رسیدن باید از راه‌های دور بگذرد. قصه سعد و سعید با جدایی آغاز شد، اما با رسیدن به پایان رسید. و شاید هنوز هم اگر شبی خوب گوش بدهی، در سکوت و تاریکی صدای دو پرنده را بشنوی که آرام روی شاخه‌ای نشستند و از رازهای پنهان زندگی با هم حرف میزنند. و اینطور بود که قصه امشب به پایان رسید. حالا وقتشه چشمهات رو ببندی و بذاری این قصه آروم توی خوابت ادامه پیدا کنه. اگه امشب این قصه باهات همراه شد، نجوای شبانه هر شب قصه‌ای برای گفتن داره. تا نجوای بعدی، شبت آروم و خوابت پر از رویاهای شیرین. شب آرومت بخیر.